اسلام یه دین کهنه است، مال عربای 1400 سال پیشه. فقط گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک. این جمله از کیه؟ زرتشت، پیغمبر ایرانی که 2500 سال پیش زندگی میکرد. این چه خیلی کهنه تره. این خودکار من کجا رفت؟ یعنی الان ما با زرتشتی بشیم؟ معلومه دیگه، دین عربا ارزونی خودشون، اونا به ما حمله کردن. اصلا ما به زور شمشیر مسلمون شدیم. پس چرا وقتی بغل حمله کرد با بودایی نشدیم؟ یا وقتی اکساندر حمله کرد؟ تازه اگه قرار حمله شونده به دین حمله کننده در بیاد، چرا وقتی ایرانیا روبیا رو شکست دادن روبیا زرتشتی نشدن؟ منم یه جا خوندم اندونزی 264 میلیون جمعیت داره که 86% مسلمونن. اونجا چه کسی اصلا شمشیر نزده. اندونزی سمت مرکز منطقه شرق آسیا، کوالالالامپور. این خودکار من کجاست پس؟ هرچی، یه ایرانی اعتقاداتش هم باید ایرانی باشه. دین عربا به درد خودشون میخوره. خود اروپا یا با آمریکا یا که مسیحی هست. خب که چی؟ اگه خودکارتون نمیفته عارضم خدمتتون که مسیحیت یه دین آسیاییه، اما اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها مسیحی هست. کلی هم تبلیغش میکنن. استاد یه سوال دیگه. تا من خودکارمو پیدا نکردم کسی حق سوال کردن نداره. استاد به فکر دیکس کمرت نیستی مواظب زانوهای شلوارت باش. خودکارت هم تو جیبی ترجیح لازمش داری. استاد بیا بیرون دیگه، سوال نمی کنیم. نمیخوام. ای بابا. الو. خب استاد چیز خنده داری هست بگیم ما هم بخندیم. اگه میبینیم ایرانیا بعد حمله مسلمونا دینشون رو قبول کردن اما بعد حمله مغول نه، به خاطر این بود که مغولا نیومده بودن دین مردم رو عوض کنن. اما مسلمونا چی؟ استاد حتی اگه بگیم برای عوض کردن دین و فرهنگ نیومده بودن، برای نابودیش اومده بودن. چقدر کتابخونه آتیش زدن، اما نه تنها ایرانیا عوض نشدن بلکه خود مغولا را مسلمون کردن. تازه اگه اینطوره که شما میگیم مردم به زور دینشون رو عوض کردن، چرا همین مردم قرنها تو شاخه‌های مختلف همون دین ترکوندن؟ همشون هم عشق اسلام بودن. یه جوری که اصلا تو دنیا لنجه نداشتن. تو رشته‌های پزشکی، دینی، معماری، نجوم، فیزیک، ریاضی، شیمی، فلسفه، جغرافی، شعر، ادبیات، سومیگی، موسیقی. وای خدا مرگم بده، جامعه دادیم همینجا بودا. اصلا میدون چیه؟ هر جا مسلمون هست کشت و کشتاره، جنگه، مسلمون ها تروریستن. استاد زهر مار. استاد خودکارتو محکم بگیر، میخوام یه دور بزنم. استالین 20 میلیون، ماو تسه 40 میلیون، موسولینی 400,000، آشوکا 100,000، جنگ جهانی اول 15 میلیون، جنگ جهانی دوم 66 میلیون. چقدر گرون شده. همین ورلد وار 2 رو من دیروز گرفتم 200 تومن. استاد اینا قیمت جیب بازی نیست، تعداد آدمایی که اینا کشتن هیچ کدومشون هم مسلمون نبودن. به روح عمه فخریم. ادامه بدین، یه جوری خودکارمو گم میکنم که شرکولم نتونه پیداش کنه. هرکول؟ شرکول هولمز.